این فوتبالیستا توی زمین هنرنمایی کردن ولی بیرون زمین گل به خودی زدن. اینجا 5 از خیانتکارترین بازیکن‌های فوتبال رو داریم. پس بزنم بریم. شماره 5 نیمار توی دریبل زدن استاده، ولی فقط تو زمین نیست. شایعه‌های زیادی درباره خیانت به برونو و حتی جورجینا وجود داره. پسرا حواستون رو جمع کنید. شماره 4 دیوید بکام، یه جنتلمن کامل. شاید نه. ریکا دستیار سابقش ادعا کرد که باهاش رابطه داشته و این شایعه تا سالها جنجالی بود. شماره 3 ایکاردی استاد خیانت بود. زن همتیمیش ماکسی لوپز رو ازش گرفت و بعدش خودش هم از نارا خیانت دید. زندگی یه بومرنگ داداش. شماره 3 جرارد پیکه، خیانت به شکیرا. این یکی غیر قابل بخششه. بعد از رسوایی پیکه حتی تبلیغات کاسیو و رونو رو گرفت ولی دیگه دل شکیرا رو پس نگرفت. شماره 1 رایان گیگز، وقتی بدونی که گیگز 8 سال با زن برادر خودش رابطه داشت، بقیه این لیست پیشش پسر خوبی به نظر میرسن. حالا تو بگو کدوم یکی از این خیانت ها جنجالی تر بود؟